جوانان را آماده کنیم. همه طرف جوانانی که حس بلندی ملی دارند، جوانانی که حس بلندی وطن دوستی و وطن پرستی دارند، صدقاً وطن خود را دوست می‌دارند، ملت خود را دوست می‌دارند، زبان و فرهنگ و تاریخ خود را دوست می‌دارند، صادق هستند، جانیسار هستند. همین جوانان را ما باید تربیت کنیم، آینده نظام دولتداری در دست آنها سپاریم که آنها باز بنیاد کنند، ادامه دهند. یک باره در 10 15 20 سال دولت به سطح جامعه متمدن وارد شدنش بسیار مشکل است. 100 سالها در کار، 1000 سالها در کار که این دولت جوان را بنیاد کنیم، سازیم، انکشاف دهیم و در عرصه بین المللی نام و مرتبه آن را باز هم بلند برداریم و وطن را با زبان نه، در سخن نه، با قلب دوست داشتن.